این معترضان پناهجویانی که بعد از تسلط طالبان در افغانستان به پاکستان پناه بردند. پناهجویان افغانستان به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن در پاکستان تظاهراتی را علیه طالبان برگزار کردند. حشمت الله وجدانی، روزنامه‌نگار افغان با ارکنسس، در مورد این اعتراض صحبت کرد. این گردهمایی از طرف ائتلاف جنبش‌های زنان افغانستان و همچنان به همکاری اتحادیه بین المللی ژورنالیستان افغانستان و پاکستان به خاطر گرامی داشت از 8 مارچ که روز جهانی زن است در اینجا برگزار شده تا بتانیم از این طریق صدای زنان افغانستان را به گوش جهانیان برسانیم که نصف از نفوس افغانستان را زنان تشکیل میده، اما متاسفانه نظام حاکم در افغانستان در صدد حذف زنان از جامعه هستند. هدف از گردهمایی امروز فقط عدالت خواهی به این زنان است و هدف ما تنها باز شدن مکاتب و دانشگاه ها نیست. باید زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و سایر عرصه ها در افغانستان باید سهم داده شود. زنان باید در قدرت سیاسی و آینده افغانستان باید مشارکت داشته باشند. و کسای دیگه که مانند شواهد اینجا حضور دارند این اطمینان داشته باشید، باور کامل داشته باشید ما ضعیف نیستیم، ما قوی هستیم و روزی انشالله با اهداف و برنامه‌های خوبتون نایل میشیم. این باور داشته باشید، یقین داشته باشید. اقبال صاحب میگه، اقبال لاهوری گرچه بسی زیستم ای معلوم شده که من کیستم. ویدا عمری یکی از فعالین مدنی و حقوق بشر است که امروز به تظاهرات پیوسته و از ممنوعیت‌های طالبان علیه زنان در 2 سال گذشته شکایت می‌کند. پیش از همه سلام خدمت شما عرض میکنم. ویدا عمری است، عضو تیم اتحاد همبستگی زنان افغانستان و امروز که روز جهانی 8 مارچ است، به تمام زنان افغانستان و جهان تبریک میگویم. این دومین سال است که زنان افغانستان زیر ظلم و سلطنت طالبان به سر میبرد. از تمام حقوقشان از دست رفته که شامل پوشاکشان میباشد، شامل کار وظیفه میباشد، محرومند و ما از تمام جهان و از جامعه جهانی و از تمام ملک‌های تقاضا میکنیم که بالای طالبان فشار وارد کند تا زمینه کار و تحصیل و زندگی را برای ما در افغانستان میسر کند تا ما این قسم در بدر به ملکای مردم نگردیم. A number of women without military guardians are forced to clean people's houses and housekeepers. در میان این معترضان خبرنگاران افغان نیز حمایت از حقوق زنان معترض شرکت داشتند و در 2 سال گذشته بعد از سقوط جمهوریت با یک راهی نامعلوم و سردرگمی در شرایط‌های سخت خارج از کشور در پاکستان زندگی می‌کنند. حشمت الله وجدانی یکی از این خبرنگاران پناهجو در پاکستان است و از وضعیت‌های ناهنجار خبرنگاران چنین روایت می‌کند. تشکر آقای وجدانی. میشه مختصراً بر موضوع خلاصه وضعیت خبرنگاران در پاکستان چگونه است و گردهمایی امروز در اینجا که ما در حال حاضر تماشا میکنیم به چه خاطر؟ متاسفانه بعد از سقوط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان یک تعداد زیادی از خبرنگارانی که بنا به مشکلاتی که در افغانستان داشتن اینا مجبور شدن که کشور را ترک بکنن و به پاکستان بیان. اما در پاکستان هم این خبرنگاران از نگاه سیاسی، از نگاه اقتصادی در وضعیت بسیار بدی به سر میبرند. قسمی که برای اینا از جانب کشورهای دوست و جامعه جهانی همکاری ها وعده شده بود، متاسفانه هیچ نوع همکاری همراهشان صورت نگرفت و این موضوع باعث شد که خبرنگارانی که در پاکستان حضور دارند از نگاه روانی هم تحت وضعیت بسیار بدی قرار داشته باشند و این خبرنگاران اکنون که در پاکستان هستند چالش های اقتصادی و عدم همکاری جامعه جهانی در قسمت پروسس کیسی اینا بسیار ضعیف پیش میره و این مشکل اینا را مواجه ساختند.